تاجیکستان یک گپ هست پس همین آدما میگن که پیش فلان قاری رفتیم و با ما دستی پیر دادن یا که ما رو به خلیفگی قبول کردن. من حسن قاری را میشناسم که 100 تاها قاری تیار کردگی است در تاجیکستان. نه که بسیار آدم ها رو در آب چی میخواند و میتید و میگه تو خلیفه من شدی یا که من دست پیر دادم تو میتوانی که دیدان بندی یا که دعا خانی یا کودک یا سفید یعنی کارا را کردن ده. همین از طرف اسلام چی حکم داره؟ این از طرف اسلام نیست خواهرم، بدعت نوپیدای تاجرا هست. اینها رو میگوید چی میگیم؟ اینها رو تاجران دین میگویم. اینها به خاطر پول کار کردن برای هر یک کسب دست پیر دادن اینها حتما پول میگیرن. خیلی نه تا جای من میدونم شنیدگی هستم، یعنی پول میبرن چیز میبرند و دست پیر گرفتن میگن. باز گفته استادیت کرنکو میگن یا چی میگید در طرفای جنوب چی میگن دیدان میگن که در مو کرنه میگن. اینا این کارهای جادوگری است، این به اسلام رابطه ندارد. در اسلام رقیه میخونید، ناس فلق و سوره فاتحه میخونید به کسی که چشم زده شده است یا گفتیم حسد شده است. این چیزها وجود ندارد. این یک نمود بدعت است و پیامبر به یگان کس دست پیری ندادن. پیامبر بیعت میکردن با صحابه ها. یعنی چیزهای ناپیدا و دروغ و بی اساس است که بعضیا با همین را در تجارت دین هستند، با گرفتن پول مردم و چیز مردم. به فلانی من دست پیری دادم یا به فلانی من این گونه دعا کردم و فاتحه کردم گویان میگردم. به اسلام هیچ رابطه ندارد. این کار چه خیلی گفتم از همون فریبگرها یا گفتیم از نام دین نان میخورده و مردم را فریب میکرده کارها هست. به شریعت هیچ رابطه ندارد. من از زمینش حیران میشم که یا چون قاری هستن یا اسلام با خبر هستن. من از زمینش آخر خواهر ما رو قاری بودن از اسلام با خبر بودن نیست. آدم وقتی که قرآن را همیشه روی یکی اذیت کرد حفظ کرد و نمیدوند که در داخلش چی میگوید. من به نزدیکی بود با 6-7 قاری نشستگی بودم، قاری دخترک ها حتی یعنی کمترین چیز از داخل قرآن خبر ندارن. یعنی قاری بودن این عالم بودن نیست. و یا قرآن را حفظ کرد و انسان زمانی به حفظ قرآن ثواب میگیرد که عمل کننده باشد، در داخل اون قرآن چی هست اون را بداند. هر یک قاری را شما گرفته و قاری است همه چیز را میداند گفته نمیتوانید. این فکر خطا است. از قاری هایی که از داخل قرآن با خبرند، آیت ها، حتی قاری های سبحان الله هستند. میگی سوره نور درباره چی گپ میزند، یعنی حتی یک معلومات کوتاه داده نمیتوانند. سوره مثلا بقره در داخلش کدام موضوع ها هست هیچ معلومات داده نمیتوانند. به اینها گفته نمیتوانید که قاری است و همه چیز رو میداند. قاری چیزی دیگر است، با علم بودن و با سواد بودن چیزی دیگر است.